در 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوع از آن میگوییم که قرقیزستان وابسته به بحث مرزی با تاجیکستان وضع فوق‌العاده اعلام کرده است. کمک سفارت تاجیکستان به یک زن درمانده با 3 کودکش در روسیه تا 2 ماه دیگر دراز شدن مهلت حبسی ساکن واروق در باش قرقیزستان خبر میدهیم. قرقیزستان بنابر مناقشه نوبتی مرزی با تاجیکستان در 3 دهات بودکند وضع فوق‌العاده جاری کرد. بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر میدهد که همین حال بیرون آوردن زنان و کودکان از محل نزاع آغاز شده است. بگویید دیروز مناقشه مرزی و سنگپرتویی بین ساکنان دهه خوجه علای تاجیکستان و کوکتوش قرقیزستان بر سر نصب دوربین نظارتی باعث مجروح شدن 7 تن از تاجیکان شد. جانب قرقیزستان از زخمی گشتن 2 شهروندش خبر میدهد. تنش در موضع مرکزی تقسیم آبی گلونوی به عمل آمده تقریبا 3 ساعت ادامه کرد. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شب دیروز با نشر یک اظهارات گفت نقطه آب تقسیم کنی گلونوی از دهه‌های کوکتوش و اقصای قرقیزستان در مسافه خیلی دور واقع می باشد. مقامات قرقیزستان خبر دادند که جنجال بعد کوشش نصب ویدیو کامراها در ستون‌های برق اطراف نقطه آب تقسیم کنی از جانب تاجیکستان سر زده است. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در ادامه روز تفصیلات را برای